وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم و امروز نیز ما باز تصمیم گرفتیم به بعضی از سوالهای شما جواب گوییم. واقعا طبیعت خیلی زیبا است. سبحان الله. الله تعالی این گونه برای ما و شما طبیعت زیبا را آفریده است و ما و شما امروز میتوانیم در منظره زیبا نشسته باز به بعضی از سوالهای شما جواب کنیم. در مهمانی برنامه ما داملا سهراب پادلیان شما را خوش آمدید میگم و امروز تصمیم گرفتیم به سوالهای زیادی شما جواب گوییم و من از داملا خواهش میکردم که به بعضی آن سوالهایی که امروز به شما داده می شود بدون دلیل کوتاه جواب میگفته تا که امروز جوابش را گوییم و انشاءالله باز در برنامه های دیگر تفصیلی این سوال ها و جوابش را تماشابین ما از جانب شما خواهند گرفت. و سرآغاز من همه آن سوال هایی که زیر نوارها شما نوشته بودید آن را به داملا میدهم و کوشش میکنیم به بعضی از آنها زود در مدت کوتاه جواب گوییم و شما تماشابینان عزیز میتوانید اندیشه های خودتان را زیر شرح نوشته کنید و میپردازیم به سوال. واقعا خیلی زیاد آماده رسیده است و از آن که ما عین حال در دست داریم. خب یک تماشابینی ما میپرسند روز چهارشنبه میگویند روزی مشکل کشا است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، این اعتقاد نادرست است. کشادن مشکل ها وابسته به یگان روز نیست. مشکل کشا الله سبحانه و تعالی هست. همیشه وقتی که به سری بنده مشکل آمد توجه به سوی الله سبحانه و تعالی کند. و یک نفر دیگر باز میپرسند که داملا من پول خانه جمع کردم آیا زکات دارد؟ بله، آن پول نقدی که در دست دارد و به نصاب رسیده است، یعنی 4000 دلار شده است و به این یک سال گذشته است، زکات واجب است اگرچه با آن مبلغ در نیت دارد که خانه میخرد. خیلی خوب. و خیلی خوب، مفصل ان همین سوال جوابش در یوتیوب کانال ما هست، شما میتوانید آن را تماشا کنید، جستجو کنید. و اینجا یک سوالی دیگر آمده است. اگر آب را آدم نوزکش از دهانش خورده باشد آیا طهارتش میشکند؟ طهارتش؟ نوشتن طهارتش اگر آب را نوشیده باشد، یعنی نوزکش آب نوشیده، آبی دهانش را نوشیده است، آیا باز یک باری دیگر طهارت میکند؟ نه. خب درباره ناس نیست ما برنامه مفصل داریم. ناس و سیگار میتوانید آن را نیست از طریق یوتیوب جستجو کنید و تماشا کنید، یعنی با دلیل هایش هست. سوالی دیگر مانندی به سوال خانه آمده رسیده است. خانه را که در آن زندگی نمی کنند آیا به آن زکات میدهند یا این اسراف است؟ گفته سوال کردند. خانه به چی مقصد است؟ اگر مقصد با مقصدی فروش باشد به وی زکات میدهند. اگر با مقصدی مثلا تحفه برای فرزندش یا برای با مقصدی آینده زندگی کردن باشد زکات نمیدهد. لیکن با مقصدی فروش که باشد یا گوید که اگر پولی نقد آمد میفروشم، گفتگی مقصد که داخل شد زکات میشه. یعنی تا آن دمی که یعنی خانه را فروخته شود بعد از آن زکات میدهد، یا اینکه خانه ایستاده است و ساختمانش حالا جنبست نشده است از آن هم زکات فروشد یا مراتب زکات میدهد. از عمومی مبلغش 2.5% را میدهد. و اگر نه خانه ساختمانش جنبست نشده باشد از آن ساختمانش جنبست شد نشد این مهم نه. مهم روزی که فروخت خواه زمین باشد بگذار، خانه نه زمین. همین که فروخت مبلغش میتیاد. اگر نفروخت و هیچ کس زندگی نمیکند. خب یک سوالی واقعا درباره همین سوال بسیار حتی بین برادرایی که
علم دارند گاه بحث می شود درباره سپند آمده است داملا. اینجا میپرسند که آیا در خانه سپند یعنی هزار اسپند دود کردن جایز است، ممکن است گفته پرسیدند؟ هیچ واقعی ندارد. همچون برای مثلا طبابت، همچون برای بوی خوشش استفاده بردن هیچ گپ نیست. لیکن اعتقاد کردن که دود کردن سپند فلان خوشبختی ها رو میآورد یا فلان بدبختی ها رو دور میکند، این اعتقادها نادرست است. لیکن خودش یک گیاهی خوشبوی است، هیچ گپی ندارد که انسان در خانهش استفاده برد. خیلی خوب. و ناخن گرفتن در روزی سه شنبه ممکن است و یا بعد از ساعت یک شب ساعت روزی سه شنبه ممکن است که ناخن گرفته سوال کردم؟ این به فکرم در زیر همون نوار روزی سه شنبه ناخن گرفتن جایز نیست یا هست گفته پرسیده بودن. گفتیم که باقی ندارد. شب میگیرد، روز میگیرد، هیچ گپی ندارد. در شریعت یعنی این مسئله های وسیع هست. شریعت تنگ نکرده است. اجازت هست. شب است، روز است، اجازت است. خیلی خوب. و مثل همین سوال باز داملا میگویند که به حاجتخانه در آمدن با پای راست و با پای چپ و یا اینکه بر آمدن با پای راست این یگان به این دلیل هست که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای چپ می در آمدند و با پای راست می بر آمدند، برای آنکه بیرون بهتر از حاجتخانه است. چون که حاجتخانه مکان افلاس، حتی مکانی که جای ذکر ممکن نیست، جای محضر شیطان ها هست، جایی که شیطان و جن ها حاضر میشن، جای بد است. بنابراین با پای چپ می در آمدن و با پای راست می بر آمدن، خلاف مسجد. و مسجد با پای راست وارد می شدند و با پای چپ از مسجد خارج می شدند. خب وقتی داخل شدن بسم الله را ندر آمده به حاجتخانه میگویند یا اینکه ندر آمده بعدی در آمدن گپ نمیزند. در حاجتخانه حتی گپ های دنیوی هم ممکن نیست. و وقتی بر آمدن از حاجتخانه غفرانک، یعنی الله گناه مرا بخش. خیلی خوب. و بیایید به سوال دیگر میگذاریم. نمازی خب اشراق از ساعت چند تا چند ممکن است؟ خب اول بیایید کوتاه درباره همین اشراق چی است؟ یعنی بعضی علما میگن که نماز اشراق و نماز ضحی هر دوش یک گپ است. اصلی کلمه اشراق شروق یعنی برآمدن آفتاب، نسبتاً به برآمدن آفتاب، یعنی بعد برآمده شدن آفتاب و جدا شدن آفتاب قدر یک نیزه. در نظر بیننده آفتاب اگر از زمین قدر یک نیزه کنده شود، بعد نماز خواندن اجازت است. و نماز اشراق بعضی علما از نماز ضحی فرق میکنند. میگن که نماز اشراق اون نماز است که بنده نماز فرض بامداد را خوانده است، در جایی که خوانده است نشسته است تا برآمدن آفتاب. آفتاب که قدی نیزه برآمد، یعنی بعد 15 دقیقه اطراف 10-15 دقیقه میبراید. بعدی برآمدن آفتاب با 10-15 دقیقه منتظر میشه، بعد 2 رکعت نماز خواند، ثواب عمره را میگیرد گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث. خلاصه این اشراق است میگن. لیکن اگر اشراق عام گوییم مانند ضحی، بعدی برآمدن آفتاب قدی یک نیزه تا وقتی قیام، تا وقتی که آفتاب از حرکت باز می ایستد، این تقریبا 3 دقیقه پیشتر از اذان پیشین. این اکنون از این برادر سوال دادن که اساتی چند تا چند، این در هر یک کشور در هر یک شهر فرق میکنه. ما نمیتونیم یک جوابی مطلق ساعت قطعی بیان کنیم، بلکه به برآمدن آفتاب و به قیام آفتاب وابستگی دارد. خیلی خوب. یعنی که همون شما گفتید که 3 دقیقه پیش از آغاز اذان ظهر. خیلی خوب. من امید میکنم که تماشابین ما جواب خودشان را گرفتند. و خب یک سوال دیگر آمده است اینجا. واقعا بعضی سوال ها کس را تبسم میکنه داملا. به هر حال سوال است و نیاز مردم است. میگویند که ما در مسافرت در دولت‌های کفار و باز اینجا گفتند که در دولت‌های مشرکا زندگی میکنیم گفتند. و آیا استعمال کردن خوراک آنها برای ما اجازت هست؟ از جمله پمیدار را به نظر گرفتن، پمیدار خوردن گرفتن از آنها و استفاده کردن، یعنی خوردن ممکن است که هر چیزی که آنهایی که در غیر دینی اسلام هستند یا بیدین هستند به شما تحفه دادند، میوه، سبزوات، شیرینی، همه چیز اجازت از غیر گوشت.
گوشت احتیاط میکنید که آیا در آن گوشت طریق ذبح اسلامی شده است یا نه. بنابراین از گوشت آنها پرهیز کنید. باقی مانده چیزهایی که تحفه کردن مادامی که حلال است، مادامی که مواد مخدر نیست، مشروبات اسپریتی نیست، گیرید استفاده بردن گیرید، هدیه آنها را قبول کردن اجازت است. ماشاءالله خیلی خوب. و یک سوال دیگر آماده رسیده است برای ما. میگویند که در نماز چند بار بسم الله گویم؟ یک بار اگر پیش از آغاز فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم خواند کفایه است، و اگر هر بار در هر یک رکعت پیش از سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم خواند مستحب است. اینچنین بین سوره فاتحه و بین سوره اخلاص مثلا پیش از آن که سوره اخلاص خواند بسم الله الرحمن الرحیم خواند مستحب است، شرط و حتمی و ضرور نیست. بعد از آن که به همین مانند سوال بازدم، اگر که مثلا داخل شدند و نماز میخوانند، سوره الحمد را خواندند برابری امام، و سوره دیگری که امام میخواند آن نفرانی که از قفا ایستادند آنها نمیدونند چی میخوانند، آیا و در بعضی جا ما شنیده بودیم که دهان را جنبانیدن مستحب است یا اینکه زبان را جنبانیدن، آیا در قفا بوده ها غیر اقتدا کردن میتوانند که همراه امام دهانشان را جنبانند و خوانند؟ اگر نماز پیشین یا نماز عصر باشد میتواند غیر سوره فاتحه دیگر سوره ها را هم خواند، اما در نماز بامداد و شام و خفتن آن قرائت ضم سوره ای که امام میکند با آن گوش اندازد، یعنی که نخواند، ضم سوره را گوش کند، از آن امام را گوش کند. خیلی خوب. و یک سوال دیگر اینجا پرسیدند که خانه را اجاره گرفته مسجد کرده شود، حکم مسجد را میگیرد یا نه؟ نه، 100% حکم مسجد را نمیگیرد. برای چی؟ اگر خانه حولی باشد و به اجاره موقتا گرفته باشد این یک دیگر گپ است، لیکن اگر در بین آشیانه های بلند باشد، یعنی در بالاش مثلا دور یکم گرفتن مسجد کردن، اون 10 آشیانه دیگر مردم در آن زندگی میکند مثلا، او حکم مسجد را نمیگیرد. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اخذ قید شبر من الارض ظلما، کسی که یک وجب زمین رو ظلما اگر غصب کرده از همسایه یا از کسی دیگر گیرد، روز قیامت طوقه او علی 7 اراضین، 7 قبط همین زمینی که یک وجب دزدید با 7 قبطش به گردنش بار کرده میشد. این حدیث دلالت میکند که هر جایی که مثلا برای مسجد جدا کرده شد 7 قبط زمینش 7 قبط بالایش تا آسمان از آن مسجد است. وقتی که شما آشیانه اول مسجد میکنید، در آشیانه دوم و سوم مردم زندگی میکنند، او حکم مسجد ندارد. برای آنکه ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، الله تعالی گفت که شما وقتی که اعتکاف نشستید با همراهی زنهایتون معاشرت نکنید، حالا که شما در مسجدهای اعتکاف نشستید. گفت این شما در دور اول در آشیانه یکم نماز میخونید، در آشیانه دوم مردم معاشرت دارند، مثلا زندگی دارد اونجاها یا حاجت خانه دارد مثلا، این حکم مسجد را نمیگیرد. و بعضی مسجدها را دیدیم که در مقصد از ضرورت باشد شاید، لیکن اگر مادامی که مسجد ساختنی باشد، حاجت خانه و طهارت خانه را از مسجد کمتر دورتر کنید تا اینکه 7 قبطی مسجد تا آخر مسجد باشد. در بعضی جاها اتاق و مثلا به مکتب و دیگر چیزا کنن، اونها یعنی که به نام مسجد نیست، به نام مرکز اسلامی. بله. چون در آشیانه دومش حتی به دیگر مردم اجاره داده شده است، به ساحه های غیر دینی مثلا، بنابراین اونجا حکم مسجد نمیگیرد. خیلی خوب. ما گفتیم که به دلیل جواب میگویم، اما بدون این نمیشد. در گاه بعضی سوال ها نافهمه میماند. بله. و دوام همین سوال، آیا در همین گونه مسجد ها خواندن نماز جمعه فرض می شود به انسان؟ گفته پرسیدم. اگر دیگر جای جمعه خوانی نباشد، مسجد نباشد در نزدیکی ها، علل خصوص در دیاری مثلا غیر مسلمان ها، بله، دیگر علاجی ندارن، همونجا جمعه میخوانن، اجازت از شما خواندن. خیلی خوب. و یک سوال خیلی مشکل است، شاید جوابش به کوتاه نمی شود، اما شما کوتاه جواب گویید. من باور دارم که ما داریم همین جواب های سوال را در برنامه های گذشته مفصل شما جواب گفته بودید. اینجا گفتند که معنای فاسق
و منافق را میگفتید. فاسق در لغت عرب فسقت الرطبة اذا خرجت برآمدن را میگویند. خرما هم از همون از غنچه خودش که برآید نه وقتی که میسبزد همون را فسقت میگن، برآمد. اصلی کلمه فسقه برآمدن. فاسق آن آدمی که از حدود امرهای شریعت برآمده است. دو خیلی میشد. فاسقی که از امرهای شریعت بیرون برآمده است، یعنی گناه کرده است. دومینش از دایره اسلام برآمده است، نسأل الله سلامت و العافیه، یعنی که کافر شده است. که الله تعالی بعضی کافرها را اولئک هم الفاسقون گفت، اینا کافر هستند گفت. یعنی که فاسق آن آدمی که گناه میکند. اما منافق از کلمه نافقا، یک حیوان هست که مانند موش به زمین سوراخی میکند و از دیگر طرف میبراید. حیوانی که او را خواست دستگیر کند آمده در اینجا منتظر میشد و از دیگر سوراخی برآمده میرود. یعنی که او دو جای برآمدگاه دارد. از همین کلمه منافق گرفته شده است. منافق آن آدمی که دو روی دارد، یعنی به نزد مسلمان ها آمده خود را مسلمان میتراشد ولی که در اصل و کافر است. خیلی خوب. سلامت و العافیه. خب فکر میکنم که جواب سوال شما رو گرفتند و بیاید به یک سوال دیگر با جواب میگویم. السلام علیکم. علیکم السلام. سوال من همین است که درباره چیزی گم شده، خصوصا درباره گوسفند و بز در شریعت اسلام میگفته چی حکم داره؟ بله، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیید گوسفند پرسیده شدن گیر، وای رو گوسفند رو اگر تو نگیری یا دوز میگیرد یا برادرت میگیرد یا گرگ میخورد گفتم. یعنی وقتی که شما گوسفند یافتید، گوسفند رو میبندید در خانه‌تان، اعلام میدهید، 1 سال اعلام میدهید. هفته اول 7 روز هر روز اعلام میدید کسی مال گم کرده باشد بیاید، صفت مال را نمیگویید، رنگش، رویش، عموما صفتاش نمیگویید. بعد میپرسید کسی دعوا کرده آید. هفته دوم هر هفته یک مراتبگی، مثلا روزهای جمعه اعلام میدهید، 3 مراتبه دیگر. 1 ماه که شد دیگر هر ماه 1 مراتبگی، 11 ماهی دیگر هر ماه 1 مراتبه اعلام میده. در زمانه ما در اینترنت یا در یگان جای دیگر می نویسند کسی اگر مال گم کرده باشه به من مراجعت کنفته، اگر آمد برمیگردانید، نه آمد از آن شما هست. الله اعلم. خب خیلی خوب. و اگر علاوه به همین سوال در همین بین در هفته یکم و هفته دوم شاید صاحبش پیدا نشد و مال بیمار شد، باید کشته شود، چیکار میکند؟ اگر باید کشته شود، کشته هم میگیرد، خورده هم میگیرد یا فروخته هم میگیرد. هر وقتا که صاحبش آمد همون مبلغی چند کیلوگرم گوشتی کرد همون رو برمیگرداند، غیر از آنی که صرف و خراجات کرد. این آدم برای وی طعام داد، صرف و خراجات کرد، مهنت کرد، نگاه و بین کرد، اونها را ترک میکنه. خیلی خوب. خب سوال دیگر، داملای محترم میگفتید که آیا در داخل مسجد دست به دست سلام کردن روا است؟ واقع ندارد. بعضی انسان ها افراط و تفرید میکنند. در مسجد زیاده روی سخن های دنیوی گفتن ممکن نیست میگن. مسجد فقط برای نماز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی بیمارها را در داخل مسجد جای کردند که عیادت میکردند. مهمانها را در مسجد پیشواز میگرفتند. اتاق پیامبر صلی الله علیه و سلم مسجد بود. ابو هریره ابن عمر کمبغل‌های صحابه ها در مسجد خواب میکردند، در مسجد افطار میدادند، در مسجد طعام میدادند، در مسجد نکاح میکردند. مسجد هم سودخانه بود، محکمه بود. در مسجد قائد جنگ برای مردم اسلوب جنگ و نقشه های جنگ را میکشیدند. این مسجد فقط برای نماز خواندن نیست، برای عبادت نیست، فقط مدرسه بود، دانشگاه بود، مکتب بود، سیاست بود، همه چیز در داخل مسجد بود. بنابراین سخنهای دنیوی هم در داخل مسجد گفتن در حالت ضرورت هیچ باکی ندارد. یعنی که اصلا مسجد برای سخن دنیا بنیاد نشده است. لیکن یک آدم مثلا پرسید یک چیز را، گفت که برای من خانه اجاره لازم است،
شما میتونید با من کمک کنید در از کجا یابم؟ گفته پرسید مثلا. هیچ گپی ندارد برادرای عزیز. خیلی خوب، امیدوارم که فهمیدند. اما درباره تجارت در مسجد یگان چیز بله، میگوشه. درباره تجارت نهی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد تجارت نکنید گفتن. یعنی روزهای جمعه میبرند و بیرون از مسجد یگان چیز میفروشند. بیرون از مسجد باشد در کوچه مسجد هیچ گپی ندارد. اما در داخل مسجد؟ در داخل مسجد حرام است. سوال دیگر آمده رسیده است. داملا میگویند که با همین کرته نیم آستین خیلی که ما میگوییم، یا که با آن فوتبالکه هایی که آستین کلته است با آن نماز خواندن ممکن است که پرسیدند؟ بله، نماز خواندن ممکن است و لیکن زینت را گرفتن خوب است. الله تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد گفت. وقتی که شما به نماز میایستید زیب و زینت خود را گیرید، یعنی فسان شوید، خوش رو لباس پوشید. بودند صحابه‌ای که فقط با ایزار نماز می‌خواندند برای اینکه ریدا نداشتند، یعنی پارچه قسم دویمش رو نداشتند از جهت کمبغلی. نماز آنها درست بود، لیکن مکروه است اگر باشد و نخوانید. خیلی خوب. و سوال دیگر، مستحب کرده بودم بعد از 2 ساعت آن آیا طهارت دستور کنم میشود؟ یعنی باکی ندارد. شرط نه که پیش از طهارت مستحب کنه، بین آنها فاصله باشد هیچ گپی ندارد. مثلا به حاجت خانه ساعتی 10 در آمد، یک بار مستحب کرده برآمد، ساعتی 1 پیشین است، ساعتی 12 یک بار طهارت کرده میگیرد، به مستحب به استنجا برای آنکه کرده بود. اگر مبادا همه رکن مثلا طهارت را کرده است و اما پاچه هایش را، پای هایش را نشسته است یا مس نکرده است، مثلا یا فراموش کرده است، میتواند که برگشته تنها فقط پای ها را مس کند؟ اگر مدتش دراز نباشد، به مقداری باشد که روی و دستانش حالا خشک نشده باشد، فاصله دراز نباشد. به همین مانند باز یک سوالی دیگر داملا میگفتید که آنهایی که ریششان گفتن درازتر است غیر از طهارت دست رو کردن باز یک نمود محسی ریش بوده است، چگونه است آن؟ ریش یعنی وقتی که روی ها رو میشوید با همین تری انگشت ها ریش ها رو خلال میکند، یعنی با انگشتانش، یعنی شستن شرط نه. ریش اگر غفص باشد، ریش اگر تنوک باشد و از زیر ریش پوست نمایان باشد، در این حالت میشوید اون ریش ها رو. بله. و اگر ریش دراز باشد باید که خلال ریش میکنه. خلال ریش معنایش انگشتان را خلال نرسان میگویند که یعنی به مابینش در آوردن است. تماشابینان عزیز، ما دوام میدهیم برنامه رو و سوالهای دیگری شما رو من انشالله این لحظه ها میخونم. داملا از شما میپرسند که نماز ویتر با جماعت میخواند، مثلا ایمان میخواند به مثل فرض، ما چگونه خوانیم؟ گفته سوال دادند. نماز ویتر رو در غیر رمضان جماعت خوانده نمیشد مثل فرض، فقط در رمضان جماعت خواندنش مشروع است. بله. برادر عزیز یک سوال داشتم، آیا کوکنار را چای کرده خوردن درست است؟ نه، کوکنار حرام است برادرها. گناه کوکنار 120 مراتب از عرق بزرگ است. انشالله درباره کوکنار و افیون و درباره تمام انواع مواد مخدرات در نوار الهیده میکنیم انشالله. از این پرهیز کنید، تبابت کنید، کار کنید که از این دور است که دنیا آخرتتان میسوزد برادرایی که کوکنار را قطعی چای میخورید. خیلی خوب. و داملا در آخر یک دعا میکردید و ما برنامه رو جمع بست کنیم. الله سبحانه و تعالی دنیا آخرت ما شما را آباد گرداند، در راه صراط المستقیم استوار گرداند. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.